سلام دوستان، حال شما خوب هستین؟ امروز میخوام این باکسامو بهتون معرفی کنم که خیلیاتون پرسیده بودین اینا چیه، توش چی میذاری. منم گفتم امروز یک کلیپ بگیرم براتون معرفی کنم، حالا نشون بدم ببینید چی هستش. خب الان ببینید، من دوربینو بذارید ببرم سمت جلو که فکر کنم نشه. خب ببینید دوستان، اینجا ما 21 دونه کشو داریم. این فایل هم هفتاییه. این فایل هم که ستایی بعد میز کار هم ببینید ستا اینجا کشوهای بزرگی داره توش، حالا گنگن کوب و فیلان وسایل ها رو میزنیم که برمیخته است. بعد اینجا هم یه دونه کشو میاد. بعد اینجا هم یه دونه این مشاهده کنید، این پایینشون باید باز کنم. یه میز بزرگ انگلیسیه. حالا اینجا هم که ابزارم هستش و کلی ابزار هستن. اینجا هم که جعبه مهمات و وسایل ها میذارم. خب ببینید، کشو اول قیچی هسته، قیچی همو میذارم. کشوی دوم پیسمیشو میذارم پیچا. بعد این هم پیچ خودکاره، اینا باشره، این هم که نه. بعد کشوی دوم واکسا رو میذارم. کشوی دوم اینا قطعات گدکی صندلیه، اینا هم که زه صندلیه. اینا واشر گذاشتم. اینا مهره هسته، این رنگه، این آچار آلنه، این مته هست، این بکس 400، این هم که پوسته جک و این دو سه تا وسایل دیگه. این هم فایل من، این هم این آتش خالا مارکا رو میریزم، چای و این هم که ابزارمه، این هم که پمپ بادمونه. حالا این هم یه دونه دیگه گوش داریم اینجا. بعد حالا بیاین چرخ خیاطی رو هم بهت نشون بده. این چرخ خیاطی یه خورده اینجا چند روز به هم ریخته است، من نتونستم. بگوید تاریک اینجا چند روزه به هم ریخته است. کار زیاد دارم، ببینید حالا کار میزنیم، تعمیرات صندلی هرچی داشته باشید من براتون انجام میدم. من زیاد وقت نمی کنم کلیپ بذارم، ببین وگرنه که اینجا کارا خیلی کارای انجام میدم که بشه تولید محتوا انجام داد. حالا الان یه خورده وقت شد گفتم بهتون یه کلیپ بگیرم. من کریمی هستم از تهران نسیم شهر. ببینید من با اکثرا با وسایلایی که الان اینو میبینید با این کل کار میکنن. حالا به این صورت خب پیچی من بذارم جاش.